در خدمات مطبوعات اداره پلیس شهر سنت پتربورگ روز 11 سپتامبر در یک تماس کوتاه با رادیو آزادی گفتند شب گذشته همه 11 نفر شهروندان تاجیکستان که پس از شرکت در گردهمایی غیرقانونی بازداشت شده بودند رها شدند. در اداره پلیس درباره سبب‌های بازداشت و جرم بازداشت شدگان چیزی نگفتند، اما رسانه‌های شهر سنت پتربورگ نوشتند که بعد از آغاز گردهمایی بدون اجازت در میدان دورتسووی این شهر 130 نفر شرکت‌داران آن بازداشت شدند. در مجموع در این گردهمایی حدوداً 200 نفر اشتراک کردند. بجز از گردهمایی ها در شهرهای قفقاز روسیه، این دومین گردهمایی مسلمانان در این کشور در یک هفته اخیر است که به نشان اعتراض از خشونت نسبت مسلمانان دولت میانمار برگزار می شود. دعوت برای شرکت در اعتراض نخستین در مسکو از جانب رهبر چچنستان رمضان قادیروف توسط شبکه‌های اجتماعی صدا داد و روز 3 سپتامبر صدها نفر در مقابل سفارت میانمار تجمع کردند. این دعوت بعد آن صدا داد که خبرگزاری‌های جهانی از کشته شدن حدوداً 400 مسلمان میانماری و گریزه شدن صدها نفر از این قلمرو در یک هفته اخیر خبر دادند. نظر میرزاده رهبر جمعیت تاجیکان سامانیان در شهر سنت پتربورگ روز 11 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در مورد شرکت تاجیکان در این گردهمایی غیر رسمی گفت: لیکن اینو با اومدم گپای چیخشونا میگن، اینا یک گروه هستن که یک گروه همین بچهای چی بگیم نه طرف دولت نه طرف مثلا خود همین چی هست، اینا با یک گروه ویران کردن همین یک چی هست، یا آرامی را ویران میکنن، نه گروه خود به خود راستی خود به خود، نه اکثریت چون مثلا سطح سیاسی دانششون پست هستن. میرزاده افزود دعوت به برگزاری گردهمایی‌ها درست در روز صدا داد که شهرداری سنت پتربورگ در چند از موضع‌های تاریخی شهر چاره‌بینی‌های مهمی را بخشیده به سالگرد رخنه شدن محاصره شهر در سال‌های جنگ دوم جهان برگزار می‌کرد. میرزاده افزود او و مسئولان جمعیت تاجیکان قبل از برگزاری گردهمایی غیرقانونی در صحبت و ملاقات‌ها از هموطنانش دعوت کرده است که به چاره‌بینی بیرون از قانون اصلاً همراه نشوند. برخی از فعالان میگویند جوانهای احساساتی تاجیک که شاید در خریطه مکان جایگیرشوی میانمار را نشان دادن نمیتوانند با شعارهای ضد مسلمانی با احساس و بی اندیشگی مناسبت میکنند. برخی دیگر میگویند مهاجران تاجیک در میان مسلمانهای مقیم روسیه از جمله ساکنان داغستان و چچنستان به سر میبرند و به دعوتهای آنها داده میشوند. اوبید دولتوف یک مهاجر 19 ساله از تاجیکستان گفت او نیز در گردهمایی روز 10 سپتامبر شرکت کرده پس از یک بازپرسی کوتاه در اداره پلیس رها شد. اوبید به سؤال اینکه سببی به گردهمایی رفتن او چی بود به رادیو آزادی گفت: این میتینگ برای چی ما خستیم؟ برای که خستیم که بفهمه کارگراش خزن پنج کنن، رفتی نفهمن ما مخزه میریم. ما پروسه خستیم. برای چی خستیم؟ برای که خستیم که جو که خزن همی کارگرای شدی دایم پاسولسو کار میکنن برام هم فهمون یکی رمضان کدیر رو گفت یکی نفهمن یادر نیاموش روی منه یکی گفت اگر دو پروسه در کار نیست که گفت. دولتوف افزود در مسئله برخورد به قضیه مسلمانان در میانمار آنها حرف رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان را گوش میدهند و هر چیز او بفرماید از او اطاعت خواهند کرد. این مهاجر جوان تاجیک میگوید او و شریکانش را پلیس در میدان دورتسووی بازداشت کرده به اداره پلیس برای بازپرسی بود. دولتوف میگوید درباره میانمار را سبب‌های سر زدن نزاعات در این کشور چیزی بسیار نمیداند. تصوراتش در مورد این کشور تنها پس از تماشای چند ویدیوی قتل و کشتار به گفته او مسلمان‌ها حاصل شده است. وی به موج عکس و ویدیوهای باور کرده است که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی فراوان از دست به دست میچرخید و همه از ناعدالتی نسبتی مردم یک کشور دور صحبت میکردند. دام طرف هندوستان شده جنگ بودیزمان چیان انواع در دولت همود چند هزار مسلمان بودن پروسه شما ندیده چه میکشن چون پروسه خونی ما برای همون میدیسا. این هم صحبت ما گفت با دعوتی به گفته او برادران داغستان و چچن به گردهمایی برآمد و از این پشیمان نیست. در میان تاجیکانی که به پشتیبانی مسلمانان میانمار صدا بلند کردند یک سازمان خیریه فوند تاجیک هم هست که در مسکو عمل میکند. تشبسکار این سازمان جوان تاجیک پرویز ابراهیموف میگوید بر زمین شرکت در گردهمایی مسکو و سنت پتربورگ این بنیاد به حمایت از مسلمانان روهینج میانمار یک صورت حساب در بانک امانتگذاری سبربانک باز کرده از تمام مهاجران کاری تاجیک دعوت کرده است که یک مقدار مبلغ خود را دریغ ندارند. پرویز ابراهیموف اینچنین با ثبت و پخش ده‌ها ویدیو نوار در شبکه یوتیوب از تاجیکان روسیه دعوت کرده است که به معرکه کمک مالی به مسلمانان میانمار همراه شوند.
معلوم نیست که در این صورت حساب چه مقدار پول جمع شده است، ولی در دعوتش پرویز گفته است که این مبلغ ها را خود او بعداً به میانمار و یا بنگلادش سفر کرده به نیازمندان میسپارد و یا طریق برادران چچن به آنها کمک خواهند کرد. ضمناً در زیر این دعوت‌های ویدیویی ابراهیموف بسیاری از کاربران نوشتند که مگر بهتر نیست این مبلغ‌ها برای آبادی وطن و کمک به نیازمندان به تاجیکستان روانه شود. در همین حال برخی از ناظران و جامعه شناسان میگویند اگر توجه مهاجران تاجیک به تحولات بین‌المللی قابل تحسین باشد، همین چیز هم عین زمان مایه تشویش و نگرانی میباشد. برخی میگویند زودباوری و اعتقادمندی مهاجران کاری تاجیک میتواند آنها را به آسانی تومه گروه‌های مشکوک و منفی جو کند. برخی میگویند همین خصوصیت هم برای بسیاری ها سبب شد که ناآگاهانه برای جنگ در قلمروهای یک کشور بیگانه بروند و در آنجا قربان بشوند. الکسی مالاشنکو، تحلیلگر پژوهشگاه مکالمه تمدن‌ها در مسکو، در صحبت با رادیو آزادی گفت همه گونه حادثه‌ها در خاورمیانه و هم در مکان‌های دیگر مسلمان نشین بر روحیه مسلمانان روسیه بی تاثیر نخواهند ماند. او گفت در منطقه اورال و قفقاز روسیه جریان افراطی شوی مسلمانان ادامه دارد. البته این جریان به مهاجران نیز بی تاثیر نخواهد بود، خاصتا وقت مناسبت با مهاجران در جامعه روسیه عمدتاً منفی است. آنها اعتراض خود را می‌خواهند به هر بهانه، از جمله با بهانه حمایت از مسلمانان میانمار بیان کنند. مالاشنکو میگوید در روسیه مهاجران کاری خود را قشر اقلیت میبینند و میخواهند جزوی از امت بزرگ مسلمانی باشند. از این رو به گفته مالاشنکو خودشناسی دینی مهاجران در روسیه از خودشناسی ملی دیده بیشتر اوج میگیرد. تحلیلگران این پدیده را خطرناک ارزیابی میکنند و میگویند ناآگاهی دینی و دنیوی باعث به دست گروه‌های مختلف افتادن مهاجران میشود و وقتی آگاه میشوند که دیگر کار از کار گذشته است. تحلیل ها